خب سلام خدمت دوستان عزیزم. حالتون چطوره؟ حال احوالتون خوبه؟ امروز قراره خیلی کارهای بزرگی انجام بدیم. امروز میخوام در تو با مسائلی صحبت کنم که فکر میکنم همه مردم باید بهش توجه کنن، چون دیگه عصریه که واقعا بشریت باید به خودش بیاد. از عصر آگاهی، عصر بیداریه. چقدر رو خودت زمان میذاری و چقدر برای خودت کار انجام میدی. یعنی شده به خودت بشینی فکر کنی، ببینی که کجای زندگیتی، اصلا برای چی اومدی، قراره چه کار انجام بدی، قراره فقط تو این دنیا بیای یه زندگی بسازی، بخوری بخوابی، مسافرتی بری، عشق حالی بکنی، تفریح بکنی، به هر حال هر اتفاقاتی رو که در زندگی تجربه میکنی رو زندگی کنی و بعدم تموم، خداحافظ. فکر نمی کنم ما برای این آمدیم. ما برای بست کردن آمدیم، نه برای فست کردن آمدیم. پس ببین دوست عزیز، اینجا اومدم که بهت بگم مسیر بیداری رو، بهت بگم که چطور تو این مسیر گام برداری، چطور قدمات رو برداری که بتونی موفقیت رو توی زندگی تجربه کنی. موفقیت صرفاً اون بحث مالی نیست. موفقیت یعنی این که از خودت راضی باشی، از زندگی راضی باشی، خوشحال باشی. در نهایت همه میرسن به همین مسئله. تو تمام تلاشتو میکنی توی زندگی پول به دست بیاری برای اینکه خوشحال باشی، پول به دست میاری برای اینکه خانوادت رو خوشحال کنی. اگه بدونی که با یک سری از کارهای بسیار ساده میتونی این خوشحالی درونی رو در خودت ایجاد بکنی، دیگه برای پول حرص نمیزنی، برای زندگی بهتر تلاش زیادی نمی کنی. پول خودش برات میاد، زندگی خودش مسیرش رو برای تو باز میکنه. تو هر روز بیدارتر و آگاهتر میشی، میتونی زندگی تو تغییر بدی، فقط با روی خودت کار کردن. اولین چیزی که میتونم بهت بگم و قطعا میتونه روی تو نتیجه خوب بذاره اینه که چقدر در روز مدیتیشن میکنی، مراقبه میکنی، اصلا چقدر برای ذهنت زمان میذاری. تو هر روز میای مسواک میزنی، دندوناتو مراقبت میکنی، از دندونات مراقبت میکنی، از چشمت مراقبت میکنی، از دستات تمیز باشه، پاهات تمیز باشه، همینا رو مراقبت میکنی. اما تا حالا به مراقبت از ذهن خودت فکر کردی؟ فکر نمی کنم هیچ کس به این مسئله به این شکل توجه کرده باشه که آیا ذهن هم به مراقبت نیاز داره؟ قطعا دوست عزیز، قطعا ذهن تو هم به مراقبت نیاز داره. پس تو هم بیا این کار رو انجام بده. من راهکاراشو بهت میگم، خیلی ساده است. فقط مدیتیشن کن، هیچ راه دیگه ای نداری برای خلاصی از این شرایط. برای اینکه بتونی حال خودتو خوش نگه داری، حال خودتو خوب نگه داری، فقط مدیتیشن کن. چطوری مدیتیشن کنم؟ هیچی، فقط بشین مدیتیشن کن. چجوری؟ بشین چشماتو ببند، مدیتیشن کن. خودش راهشو پیدا میکنی، خودت راهشو پیدا میکنی. پیدا کردن راه آسونه، انجام دادنش سخته. انجام دادن یعنی این که تمرکز کنی، فقط 5 دقیقه بتونی بشینی. تا حالا تونستی 5 دقیقه چشاتو ببندی و فقط به نفس کشیدنت فکر کنی؟ این یک اتفاق شاید بشه بگم سخت در این دنیاست، چون خیلی از آدم ها حتی 1 دقیقه هم نمیتونن تحمل کنن. سری چشاشون باز میشه، سری افکار اذیتشون میکنه و اجازه بهشون نمیده که چشاشون بسته باشه، اجازه بهشون نمیده که یه لحظه در سکوت باشه. و طبیعی هم هست، ذهن کارش فکر کردنه و تو این کسی هستی که میتونی کنترل اینو به عهده بگیری. میتونی هر زمان که اراده کنی کنترل ذهنت رو به دست بگیری که همین الان آیا باید فکر کنی
یا فکر نکنی. خب اگه بتونی این کنترل رو داشته باشی، میتونی زندگی خودت هم کنترل کنی. کسی که به افکارش مسلط باشه میتونه زندگی خودش هم کنترل کنه، به تسلط برسه. ما هنوز راه زیادی در پیش داریم. من خودم به شخصه الان شرایطی رو پیدا کردم که احساس خیلی بهتری نسبت به گذشتم دارم. شاید مشکلاتی رو داشته باشم توی زندگیم، موارد و موانعی که هست و وجود داره و این طبیعیه، جزو زندگی منه و من پذیرفتمش. پس بعد از مدیتیشن نکته خیلی مهم دیگه که میخوام بهت بگم همین پذیرش است. یعنی چی پذیرش؟ یعنی اینکه بپذیری که یک مشکلی وجود داره و این مشکل رو به عنوان مشکل نپذیر، به عنوان یک مسیر قبول کن که این یک مسیر منه و قرار من در این مسیر بتونم یه چیزایی رو یاد بگیرم، یک سری زندگی ها رو در واقع تجربه کنم و به واسطه این مسیر با افراد جدیدی آشنا میشم، کارهای جدیدی رو انجام میدم تا این روحم بزرگ بشه، تا به مسیر الهی برسم، تا اون چیزی رو که قراره در آینده تجربه کنم همین امروز با یک حال خوش تجربه کنم. قرار نیست من به این فکر کنم که در آینده چه اتفاقی قراره بیفته. من میخوام تو لحظه حال زندگی کنم. پس مهمترین نکته‌ای که میتونم اینجا بهت بگم اینه که در لحظه حال باش و از زندگیت و از مسیرت لذت ببر. حالا چطوری در لحظه حال باشیم؟ همه اینا رو من به زودی در قالب یک لایو میام اینجا بهتون میگم و همین مسیر رو با هم دنبال میکنیم. حالا استوری‌ها رو بچه‌ها دنبال کنن، من صحبت‌های زیادی دارم و قطعاً میتونیم نتایج خیلی خوبی رو کنار هم دیگه رقم بزنیم. دوستتون دارم. امیدوارم که ویدیو اول براتون مثمر ثمر و مفید بوده باشه و با تمام وجود عاشقانه دوستتون دارم. مدیتیشن یادتون نره. فایل های مدیتیشنی که من در این پیج گذاشتم همه فایل های فرکانسیک هست. حتما با هندز فری گوش کنید. این فایل ها بسیار بسیار تأثیر داره روی ضمیر ناخودآگاه شما، به صورت مستقیم تأثیر میذاره. شما فقط کافیه که هدفون رو روی گوشتون بگذارید، چشمانتون رو ببندید، تمرکزتون رو بیارید روی موزیک و تمرکزتون رو بیارید روی تنفستون. فقط دم و بازدم خودتون رو ببینید، دم بازدم. حالا قبل از اینکه این ویدیو رو تمام کنم میخوام همراه من چند تا نفس عمیق بکشیم که حالمون یکم دگرگون بشه. شروع میکنیم. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. نفس عمیق. دم نگهدار. 5 4 3 2 1 بازدم. تخلیه کن نفست رو. همین چند نفسی رو که میکشیم کاملا ذهنمون به آرامش میرسه و حس خوبی رو در خودمون ایجاد میکنیم، چون انرژی کندالینی در وجودتون فعال میشه که در روزهای آینده در رابطه با انرژی کندالینی هم بیشتر صحبت میکنم. خوشحالم، در خدمتون هستم، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، بدرود.